اگه خسته ای، اگه حس میکنی دیگه نمیتونی ادامه بدی، فقط چند دقیقه با من بمون. شاید این همون چیزی باشه که امروز بهش نیاز داری. هیچ کس سختیاتو نمیبینه. شبهایی که با اشک خوابیدی، روزهایی که لبخند زدی اما درونت خالی بود. همه فکر میکنند قوی هستی، اما فقط خودت میدونی چقدر جنگیدی. اما بذار یادت بیارم، تو هنوز اینجایی، هنوز نفس میکشی. این یعنی هنوز کار تموم نشده. شکست نه، این فقط بخشی از مسیرته. هیچ کس قرار نیست بیاد نجاتت بده. این حقیقت تلخه، اما آزادت میکنه. تو خودت قهرمان زندگیت هستی. هر بار که افتادی و دوباره بلند شدی، قوی تر از قبل شدی، حتی اگه نفهمیدی. پس امروز تسلیم نشو. حتی اگر فقط یک قدم کوچیک بتونی برداری، همین کافیه. من بهت ایمان دارم، چون اگر ضعیف بودی این همه دوام نمی آوردی. تو قوی تر از چیزی هستی که فکر می کنی. ادامه بده، این پایان نیست.